خالق قشنگترین روزای کودکی و هیجان این روزامون قربانی شرکت فراری شد. وینس زامپلا، مردی که جذابترین بازی سه نسل یعنی کال آف دیوتی رو خلق کرده بود، امروز به طرز غم‌انگیزی فوت کرد. زامپلای 55 ساله پشت فرمون فراری 296 نشسته بود که این اتفاق براش افتاد. ماشینی که 100% نماد قدرت و امنیت و شاهکاری از مهندسی و زیبایی به حساب میاد. اما خب زمین لغزنده همه چیزو عوض کرد. متاسفانه فراری و لامبورگینی نداره. همه ماشینای ایتالیایی این باگ مزخرفو دارن که اگه جاده سر سوزنی لغزنده باشه، کنترل رو به طور کلی از دست راننده خارج میکنن و این اتفاقات رو رقم میزنن. نمونش مثل مازراتی، آلفا رومئو و پاگانی. حالا به نظر تو سلطان تعادل توی مسیرهای لغزنده کدوم ماشینه؟ این زیر برامون کامنت کن و پیجمون رو فالو داشته باش.